روزی خواهد رسید، آینه تغییر خواهد کرد، جام ها و افتخارات زیر گرد و غبار پنهان خواهند شد، تشویق ها به سکوت تبدیل خواهند شد، راه زندگی کوتاه تر از آنچه تصور می کردیم خواهد شد. و وقتی همه چیز محو شدند، چه چیزی باقی می ماند؟ دیدم که گلهای سرخ در بهار شکفتند و سپس پاییز آمد و همه چیز را با خود برد. دیدم کوه ها استوار و بلند ایستاده بودند، اما حتی سنگ ها نیز در برابر زمان تسلیم شدند. رودی های خروشانه روزی آرام می شود، باده های نیرومند نیز قدرت خود را از دست می دهند. درخشان ترین ستاره ها نیز روزی سقوط می کنند، زیرا هیچ چیز برای همیشه باقی نمی ماند. زیبایی برای مدتی کوتاه می رقصد، جوانی فقط مسافری گذراز. قدرت بر تختی غرزی می نشیندند و روزی ما را تنها ترک می کند. ساعت هرگز به چراغ وقف نمی شود، فصلها هرگز در یک حالت نمی مانند. هر آنچه در آغوش می گیریم سرانجام از میان انگشتان ما عبور می کنند. اما یک قلب زیبا حتی وقتی چراغ خاموش شود هنوز می درخشد. یک روح زیبا حتی وقتی جمعیت پراکنده شود هنوز آواز میخوانه. وقتی زیبایی محو شود، وقتی مقام و اعتبار ناپدید شود، وقتی قدرت کم رنگ گردد و سالها از راه برسند، یک قلب زیبا هنوز باقی میگوید. پادشاهانی را دیدم که نامهایشان فراموش شد، ثروت‌هایی را دیدم که در آتش زمان نابود شدند، چهره‌هایی را دیدم که روزی همه تحسینشان می‌کردند و امروز فقط تصویری بر دیوار هستند. ورزشکارانی را دیدم که سرعت خود را از دست دادند، ثروتمندانی را دیدم که آنچه داشتند از دست دادند. عنوان‌ها میآیند و میروند مانند برفی که آب میشود. دنیا هر روز تغییر میکنند و هیچ چیز مادی برای همیشه نمیماند. دست ها پیر میشوند،
موها سپید می شود و زمان ما را با خود می برد. اما یک قلب زیبا هنوز می درخشد. پس از آن که جوانی بروید و گلها دیگر شکوفه ندهند، یک قلب زیبا هنوز باقی میماند. طبیعت تغییر می کند، جنگل ها می سوزند، دریاها بالا می آیند، سیاره ها می چرخند، امپراتوری ها فرو می ریزند، شهرها سقوط می کنند. زمان به دیدار همه می آید، هیچ قصری همراه ما نمی آید، هیچ ساعت گران قیمتی روی دست ما باقی نمی ماند، هیچ عنوانی به آسمان سفر نمی کند، هیچ مقدار پولی نمی تواند با خداحافظی معامله کند. بدن ضعیف می شود، چشمها خسته می شوند، با چیزهایی که روزی دنبالش بودیم باز نشسته می شوند. اما مهربانی هرگز پیر نمی شود، دلسوزی هرگز ارزش خود را از دست نمی دهد. تصور کن انسانی را نه به خاطر ذراتش به یاد آرند، نه به خاطر قدرتش، نه به خاطر زیبایی‌اش، نه به خاطر شهرتش، بلکه به خاطر مهربانی‌اش، به خاطر کمک‌هایش، به خاطر عشقش، به خاطر قلب پاکش. این همان میراثی است